آقای صاحبای محترم، وقتی که شما از اینجا با بیت الله شریف سفر میکنین، در اونجا برایتان بهتر معلوم است که از همه اطراف و اکناف دنیا های صاحبات اونجا می آیند. هر فرد حاجی به حیث سفیر امارت اسلامی افغانستان در اونجا می باشد. عملکرد هر حاجی نمایانگر ملت افغانستان و نمایانگر کشور افغانستان می باشد. در اونجا هر فرد حاجی صاحبان نهایت کوشش کنند از ملت بزرگ خود در اونجا به صورت صحیح نمایندگی کنند، با اخلاق حسنه و با احترام کامل و با رعایت اصول و قوانین کشور میزبان باید نهایت توجه داشته باشند. در هر بخش اگر خدا نخواسته جزئی ترین کوتاهی صورت بگیرد، نه تنها به او فرد حاجی مردم اشاره میکنند، بلکه به ملت افغانستان، به کشور افغانستان در اونجا مردم اشاره میکنند و مورد ملامتی قرار میدهند. از این خاطر در رابطه به این مسائل هر فرد حاجی صاحبا باید نهایت متوجه باشد.